عزیزان، خباب بن ارد از صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چند روزی بیشتر نیست که اسلام آورده. بیدار بلال هم چند روزی بیشتر نیست که با مادرش امامه اسلام آوردن. همینی که اسلام آوردن شکنجه دشمن شروع شد، اینو بزن اونو شکنجه بکن. بلال و حکایت بلال رو که میدونیم که گل صخره داغ رو در شنای داغ می آوردند روی سر بلال مینداختند و با تازیانه امیت ابن سلط مجرم جنایتکار به بلال میزد. خباب آهنگر رو ام انمار فاسق فاجر می اومد، آهنی که داغ کرده بود و گداخته بود تا شمشیر بشه رو ور می داشت و خباب رو با اون شکنجه می کرد، تمام بدنش رو داغ کرده بود. همشون چی می گفتن؟ احدون احد، وحدانیت الله متعال. اینهایی که تا دیروز بت می پرستیدن، اینهایی که تا دیروز غرق منجلاب شرک بودن، چند پگاهی بیشتر نیست که ایمان آوردن. این ایمان سترگ از کجاست؟ راز این ایمان کجاست؟ اکسیر این استقامت چیه؟ که اینها اومدن چند پگاهی با پیامبر نشستن، امروز چنان مثل کوه سترگ بر ایمانشون ایستادن، حاضر نیستن یک قدم عقب برگردن به چند روز پیششون. در مقابل میبینیم آقا اساتید عقیده دانشگاه فلان، میبینیم آقا خانمها و آقایانی که 50 سال مسلمونن، تا تیکی به توکی میشه از دینشون برمیگردن. تا تیکی به توکی میشه میبینید که واموندان این چه استقامتیه که تو غزه هست و تو کشورهای ما، تو پایتخت‌های ما، تو مدارس دینی ما، بین علمای ما و روی منبرهای ما نیست. این امامی که روی منبر میاد قال الله و قال الرسول میگه، قرآن را حفظ داره، احادیث پیامبر را حفظ داره، 10 تا کتاب هم توی عقیده نوشته، دینش رو میفروشه در مقابل ترس، در مقابل واهمه. فرق است بین تربیت نبوی و این تربیت اسلامی که از داخل کلیسا اومده، از داخل حسینیه اومده، مسخ شده به من و تو دادن. عزیز من، اگر میخوایم دروازه های بهشت رو بزنیم، اگر میخوایم مثل بلال پیامبر تو شب معراج صدای پایمون رو تو بهشت بشنوه، باید برگردیم به تربیت نبوی. تربیت نبوی آقا متون عقیده نبود که حفظش کنیم، کتابه ها نبود که بنویسیم و حفظش کنیم. تربیت نبوی در میدان بود. تربیت نبوی رو اگر میخواید ببینید، بنگر به غزه. 2 سال آزگار مجاهد مؤمن زیر زمین داره میجنگه با کافر لعین. تربیت ایمانی و نبوی رو میخوای ببینی، 2 سال آزگاره که صهیونیستا و صلیبی ها و نوکراشون افتادن به جون مجاهد، نتونستن یه مجاهد رو شکارش بکنن، یه رهبر اسلامی رو بزنن. در مقابل میبینید که همین صهیونیستا وقتی حمله میکنن به لبنان و به ایران و به فلان، همه این سرکرده هایی با اون همه شعارات و با اون همه ادعاها و با اون همه خودنمایی ها میخزن، مثل موش میرن زیر زمین پنهان میشن. تربیت با هم فرق میکنه عزیز من. پس برگردیم به تربیت نبوی. تربیت نبوی میگه آقا اگر انس و جن جمع بشن به توی مؤمن ضرری برسونن، نمیتونن مگر اون چیزی که الله متعال در تقدیر گذاشته. اگر انس و جن همه جمع بشن به توی مؤمن فایده‌ای برسونن، نمیتونن مگر اون چیزی که الله برات نوشته. اجل و مرگت ثابته، رزق و روزیت رو شکم مادرت بودی برات نوشتن. پس از چی میترسی انسان مؤمن؟
از نمیدونن تهدید فلان فرعون. عزیز فرعون ما دیگراست الله رو نمیشناسیم. من و تو یه مؤمن رابطمون با الله هست. اگر تمام فرعونهای دنیا جمع بشن به خدا سوگند اگر به من و تو کمترین ضرری بخوان برسونن نمیتونن. اگر اون چیزی که تقدیر الله هست، اگر تقدیر الله هست که من جام شهادت سر بکشم، بوسه افتخار بر این تقدیر، باید افتخار بکنم که من جام شهادت سر بکشم. عزیز من، افتخار سربازان نبوی اینطوری بود. از هر 5 صحابه 4 تاشون رو اسباشون جام شهادت سر کشیدن. یکی بعد از سالیان جهاد پیر شد و فرسوده شده روی خونش جام شهادت سر کشید. اونی هم که روی فرش خونش میموند اشکش میریخت و میگفت وای ویلا، سالیان سال جهاد کردم، امروز مثل شتر تو خونم میمیرم. اونی گفت مثل این شتر تو خونم، اونی که تمام جسمش تیکی تیکی شده بود، هر جای جسدش ضربه شمشیری یا خنجری بود، اون میگفت مثل شتر میمیرم. من و تو میگیم مثل چی میمیریم عزیز من؟ بله، تربیت نبوی جسارت میخواد، شجاعت میخواد، دلیلی میخواد. تربیت نبوی مرد میخواد و این دین مرداست. هر کسی که نامرده در این دین جای نداره. هر کسی که از فرعون میترسه ادعای موسوی بودن نکنه. همه این لاتونوتای اصلا قدرت و توان و اینها در پیش ما اسمشون ابو جهل، اینها در پیش ما هیچ ارزشی ندارن. قرآن به من و تو میگه که انهم حمر مستنفره اغرت من قصبره، تو شیر مردی و اونها خرایی هستند که از دست تو فراری هستند. پس عزیز من برگردیم به تربیت نبوی، تربیت مردان. قرآن پیامبر برای مردانه، فقط و فقط برای راه